است با عقل وارد قرآن شوید. قرآن شما را به عقل دعوت کرده، گفته چرا تعقل نمیکنین در مورد من؟ خب بفرمایید تعقل کنین دیگه. خب با ایمان چرا این کتاب را میخوانید؟ با ایمان به عربی سر قبر مرده بخوان، در عروسی بخوان، سر قربانی گاو بخوان، نمیدانم سر فلان جا بخوان، اما برای خودت 1 دقیقه نخوان در 24 ساعت. همیشه به عربی بخوان، فارسی نخوان یا که گناهگار میشی. این که نشد منطق. ما به جوانان میگم این کتابا را بخوانن یک بار. امکان داره علت بدبختی های وطنتان، سرزمینتان در داخل همین کتاب باشه. شانس بتین برش. خداوند کاوشان گل یک تعداد زیادی که وقت من فلایر به فیسبوک گذاشتم، تعداد زیادی بر من در این باکس نوشته کردن که من از شما و استاد همین سوال کنم. خب استاد تشریف ندارن که همیشه میگن قرآن شریف معجزه است، قرآن معجزه است، قرآن معجزه است. اینا پرسان میکنن که آیا قرآن شریف معجزه است یا نه؟ ببینید ما تعریفی از معجزه داریم. ما باید برای شناخت این مسائل تعریف کنیم از واژه هایی که ابراز میشن. معجزه چی هست؟ معجزه از کلمه عجز آمده، یعنی عاجز کردن طرف، و فردی که طرف را عاجز میکنه با مسائل خارق العاده و موارد خارق العاده خودش صاحب معجزه است. خدا نیاز به معجزه نداره. پیامبران نیاز به معجزه داشتن. چرا؟ چون مردم میگفتن که شما پیامبران از جانب خدا نیستید. و پیامبران چیکار میکردن؟ ثابت میکردن که ما با خدا در ارتباط هستیم. میگفتن کاری کنین که بشر نمیتونه. البته محمد نتوانست کارهایی را که ازش تقاضا کردن. و محمد گفتن که معجزه بیار، گفت نه خیر، خدای ما گفته. قرآن هیچ معجزه‌ای برای محمد نداده. یعنی در قرآن محمد 1 تا هم معجزه نداره. 1 تا معجزه، بلکه زیادتر از 10 تا آیت وجود داره که گفته پیامبر را من معجزه نمیدم. چرا؟ چون به موسی و عیسی دادیم، اینها دیدن و ایمان نیاوردن. شما 1 دقیقه صبر کنین، بر من یک مسیج ماندن که دکتر صاحب بخیر میخواین پس بروی لین بیاین.